جسد حبیب جان یعقوب ساکن 19 ساله دهه کشتودک پنجکند را که روز 19 ایول در سیل نابود شده بود، روز 22 ایول بعد 3 روز جستجو پیدا کرده به خاک سپاریدند. به این ترتیب از 12 قربانی سیل روز عرفه عید قربان در پنجکند 11 جسد را پیدا کرده به خاک سپاریدند و جستجوی تنها جسد ناظمه اسماعیل و تا حال نتیجه نداده است. علیشیر عثمانزاده در فیسبوک خبر داد که جسد حبیب جان جوانمرگ را از ساحل دریای زرافشان پیدا کرده نماز جنازه‌اش را عصر 22 ایول ساعت 19 خواندند. حبیب جان یعقوب و ناظمه اسماعیل و در جمله 10 ساکن کشتودک بودند که روز 19 ایول در اوول یعنی چراگاه تابستانک 3 کیلومتر دورتر از دهه در کوهستان جایگیر شده است قربانی سیل شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت اکثر قربانیان سیل در کشتودک از یک خانواده بودند که وقتی که باران شدید بارید داخل خیمه‌های خویش پناه بردند، ولی سیل شدید آنها را همراه با خیمه‌هایشان برد. قبلا شاعر مقیم پنجکند اسماعیل ظریفی با نشر یک مرثیه با نام بهوران همنشین اندر بهشت خبر داده بود که حبیب جان وقتی تومه سیل شد که میخواست مادرش را از چنگ این آفت طبیعی نجات دهد.